آیا شما هم جزو از افرادی هستید که با وجود رعایت رژیم غذایی و ورزش دچار تجمع چربی در ناحیه شکم، پهلوها، پاها و بازو هستید؟ در این صورت می‌توانید از لیپوساکشن یا لیپولیز جهت حل این مشکل استفاده کنید. تقریبا تمام چربی‌های ناخواسته نقاط مختلف بدن را می‌توان با این روش درمان کرد. این مناطق براتند از ساق، ران‌ها، پایین شکم، بالای شکم، پهلوها، باسن، بازوها، گردن و قبقب. روش کلی کار در مورد مناطق گوناگون بدن تقریبا یکسان است. در این ویدیو روش انجام لیپولیز قسمت خارجی ران نشان داده می‌شود. قسمت عمده بافت چربی بر روی لایه‌های عضلانی قرار دارد. در این ناحیه و در زیر پوست عروق خونی و اعصاب، خونرسانی و عصبدهی پوست را بر عهده دارد. میزان چربی تجمع یافته در زیر پوست و حسب شرایط حفظی افراد، نوع بدن و سبک زندگی بیمار، یعنی میزان فعالیت‌های بدنی و رژیم غذایی فرق می‌کند. لیپولیز به معنی خارج کردن چربی‌های اضافه از طریق لوله‌های مکنه است. پس از انجام لیپولیز و با خارج کردن چربی‌های اضافه، تناسب اندام مورد بخای بیمار به دست خواهد آمد. امروزه روش‌های گوناگونی برای لیپولیز وجود دارد که عبارتند از لیپوساکشن جام ساده، لیپوساکشن همراه با امواج اولتراسون و لیپوساکشن همراه با لیزر یا همان لیزر لیپولیز. تمام این روش‌ها در واقع زیرگروه روش اصلی لیپولیز هستند. در عمل لیپولیز ابتدا نواحی که قرار است چربی‌های اضافی آنها برداشته شوند علامت گذاری می‌شود. پس از آن تحت بیهوشی عمومی یا حالت خواب عمیق و بی‌حسی موضعی، مایع مخصوص لیپولیز که ترکیبی از ماده بی‌حسی و ماده تعیین کننده عروق است به ناحیه مورد نظر و از طریق سوراخ‌های ریزی تزریق می‌شود. مایع تزریق شده بافت چربی را بی‌حس و متسع می‌نماید. این اتساع بافت چربی سبب می‌شود تا خارج کردن چربی راحت‌تر انجام شود. پس از تزریق مایع لیپولیز باید مدتی صبر کرد تا ناحیه مورد نظر کاملا بی‌حس و عروق خونی تنگ شود. زمانی که داروها اثر کردند، از طریق همان سوراخ‌های ریز به وسیله لوله‌های باریک چربی‌ها خارج می‌شوند. در عمل لیزر لیپولیز قبل از خارج کردن چربی‌ها از طریق این سوراخ‌ها اشعه لیزر به بافت چربی تابانده می‌شود تا بافت چربی در اثر حرارت لیزر تخریب و آب شود. پس از اثر لیزر چربی‌ها به وسیله لوله‌های نازک از بافت چربی خارج می‌شوند. با گذشت زمان بافت چربی روی خود می‌خوابد و به این ترتیب قوام و تناسب جدیدی پیدا می‌کند. سوراخ‌های محل انجام لیپولیز را می‌توان دوخت و یا به حال خود رها کرد. روز درد، تورم و خونریزی پس از لیپولیز کاملا عادی است و با گذر زمان از بین می‌رود. به منظور حمایت از پوست محل عمل، کاهش تورم و خونریزی و شکل‌گیری بهتر پوست لازم است که بیماران به مدت چند هفته از کرم‌های مخصوص استفاده کنند. پس از عمل به تدریج شاهد بروز تغییرات در تناسب اندام خود خواهید بود. ولی به یاد داشته باشید که این تغییر و بهتر شدن کماکان 6 تا 9 ماه ادامه خواهد داشت و چنانچه شما تناسب اندامتان را حفظ کنید، نتیجه نهایی را پس از 6 ماه مشاهده خواهید کرد.